در افغانستان کمیسیون مستقل ناظر انتخابات ابراز داشت که شمارش تخمینا از 3.2 حصه ورقه‌های رای دور نهایی انتخابات پرزیدنتی را تکمیل نموده است. سخنگوی کمیسیون نور محمد نور گفت روز 25 اوگوست کنارگذاری ورقه‌های غیرقانونی آغاز می‌یابد. در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان که ماه ایون دایر شد، عبدالله در مقابل اشرف غنی قرار داشت. عبدالله میگوید که در رفت آوازدهی تقلب گسترده به نفع اشرف غنی جای داشته است. معاون سروزیر روسیه دمیتری راگوزین به منطقه جدایی خواهی نزد دنستر سفر کرده است تا در مراسم تجلیل سالگرد پیروزی ارتش شوروی بر آلمان نازی شرکت ورزد. یک روز پیش در پایتخت مولداوا شهر کیشینوف اعتراض دایر گشت که در آن پشتیبانی راگوزین از جدایی خواهان رو به مسکو محکوم شد. فعالان سازمان ضد مافیا و حزب لیبرال تاکید میکنند که راگوزین در مولداوا مهمانی ناخوانده است. در مسکو فعالان مخالفین و حقوق بشر روزی پرچم روسیه را با راهپیمایی به یاد قربانی‌های گکچپ جشن گرفتند. راهپیمایان تا به نزد قصر سفید روسیه قرارگاه حکومت این کشور حرکت کردند. ماه اوگوست سال 1991 محض در همانجا حامیان پرزیدنت روسیه بوریس یلتسین به هلاکت رسیده بودند. همچنان بار اول محض در نزد قصر سفید در تاریخ 23 اوگوست سال 1991 پرچم سرخ و سفید و کبودی روسیه به جای پرچم سرخ شوروی برافراخته شد. در قزاقستان مشتریان با خوف از بالاروی نرخ مواد سوخت در نزد فروشگاه‌های بنزین صف آراستند. صرف نظر از آن که ماه گذشته حکومت نرخ استوار مواد سوخت را وعده داده بود، فعلا در بعضی گوشه‌های قزاقستان نرخ بنزین از 10 تا 15% بالا رفته است. رانندگان شکایت دارند که هر سال در عرفه حاصلخانه‌داری نرخ بنزین افزایش می‌یابد. در اسیخکول قرقیزستان یک گوشه ساحل را به مسلمانان محافظه‌کار اختصاص دادند. در این به اصطلاح پلاژ حلال، تماکو کشی، نوشیدن مشروبات الکلی و پوشیدن لباس شناوری غیر اسلامی منع بوده، غذای حلال فروخته می شود.